سلام، حالتون چطوره؟ بعضیا وقتی اول ارگو نصب میکنن این اسمایی که زیر ارگ هست مثل ر، می، دو، سی اینا نیستش. الان بهت میگم که چجوری این اسما رو بیاری. میای تو بخش منو میزن اینجا، بذار قشنگ از اول بهتون نشون بدم. میای اینجا تو بخش منو خب اونی که میزنی میاد اینجا ستینگ رو انتخاب میکنی. اینا ستینگ رو انتخاب میکنی. وقتی هم که انتخاب کردی میزنی روش. وقتی ازش همچین صفحه باز میشه. چون گوشی من انگلیسیه ولی اگه گوشی شما فارسی بود این نمیاره. میزنی رو کیبورد. وقتی که میای رو کیبورد اینجا این همه میاد. اینجا واسه شما نوشته عنوان کلاویه. میزنی روی این. خب الان واسه شما روی آفه. خب الان نگاه کنید روی آف باشه هیچی نمیاد. باز همون مراحل میری میای اینجا میای روی عنوان کلاویه. میزنی دی آر می دو آر می. اینو که میزنی تمامه اون بخشایی که هست میاد. بعد میتونید کار دیگه هم بکنید. بیاید تو ستینگ میرید همونجا این سی دی ای رو میتونید بزنید که این میشه. خب ولی هیچکس با این تنظیمات یاد نمیده. به نظر من اگه نظر منو میخواید بزنید روی دو ری می. همین که نگاه میکنید لایک و سابیاتون نره. خدا حافظ تا آموزش بعدی.